چه صبح دلانگیزی بچه‌ها. امروز می‌خوایم بریم به موزه لوور. دیروز جاتو خالی رفتیم کل شهر رو چرخیدیم. اونو نشون بده. هواپیما هواپیما دیدیم بالا. امیدوارم که صدا بیاد به خاطر ماشینا. حساب خسته بودیم و رفتیم هتل خوابیدیم و یه تجربه عجیب و جدید داشتیم اونجا. اینکه کلید هتل رو بهمون ندادن، نه کارت نه کلیدی. اتاق ما رو داده بودن به یه نفر دیگه و یه اتاق دیگه دادن به ما. و جالب اینجوری بود که ما راحت خوابیده بودیم، ساعت 3 نصف شب یه دفعه یه نفر اومد در اتاق باز کرد. یعنی من گرخیدم و کل شب و کلا با استرس خوابیدیم. گفتیم خدا دزدی چیزی می‌خواستیم زنگ بزنیم پلیس. بعد فهمیدیم یکی از کارکنان هتل اومده در رو باز کرده. خیلی عجیب بود. تا حالا بهتون بگم خواستیم بیاین فرانسه، این داستانا رو هم میتونه داشته باشید. این هرمی که میبینید ورودی موزه لوور. بچه صفی هم که داره وحشتناکه، تا چشم کار میکنه صف نشه. سلام، چطوری؟ تبلیغات چی کار میکنه؟ این همه موزه تو دنیاه، حتی اینجا چیزاش خفنه مثلا، ولی خدایی این همه موزه تو دنیاست. چون که تبلیغات درست روش نیست. مثلا برج ایفل خداییش چیه؟ یعنی میای نزدیک میبینی خب اوکی بزرگه فلان اینجوریه، ولی تبلیغات دیگه آقا یه برج گنده فلزیه. همین. الان واقعا دلم ساعت برنارد میخواد. این ساعت رو اینجوری می‌ذاری زمان متوقف صف اول بود. من ساعت برنارد داشتم زمان متوقف می‌کردم، رفتم چیزا قیمتی اینجا رو می‌دزدیدم. 1%. یا دلم بچه میخواد، مثلا تصور کن بچه‌مو میرفت مثلا میگفتم مثلا مادر برو همون جلو وایستا. بعد یهو میگشتم فیلم بازی می‌کردم میرفتم ای عزیزم اینجا وایسادی، بعد وای میس. بچه اونجا که شنیدم انگار چند طبقه زیر زمینه و ربانیه، واقعا بزرگه. خب ما الان می‌خوایم بریم یه دونه پلیر بگیریم، حالا که دفترچه راهنما بگیریم که ببینیم تو کدوم سالن چه چیزایی هستش. فقط قبل اینکه بریم اونو بگیریم باید حتما لوازممون رو چون سنگینه ببریم گاردروبه بذاریم. یه سری جاها هست برای اینکه بذاریم توی قسمت امانات. آره قسمت امانات که بتونیم بعدش را بیافتیم بریم حالا سالونا رو ببینیم. خب این بالا هم که پاپو رستوران و فست فود و این پله خیلی قشنگه این وسط. ببین اونی که داره میره بالا رو ببین. خفن. خب آقا تصمیم بر این شد اول بریم سالن سولی. خیلی هیجان زدم که این آثار باستانی ایران باستان و مصر اینا رو از نزدیک ببینم. ما الان این پرمیشن رو داریم که وارد موزه بشیم. تا صدها سال، شاید هم هزاران سال اینجا در امان و چه استفادهش کرد. بچه نمیخوام الکی تعریف کنم چون که مال فرهنگ خودمونه، ولی خداییش هرچی آثار باستانی اینجاست. یعنی امیدوارم بیاین ببینید که متوجه این جریان بشید. آثار باستانی ایرانی خیلی جزئیات داره، عجیب جزئیات داره. نگاه بالاش بکنید، واقعا با حوصله و دقت و خوش سلیقگی تولید شده.
بچه واقعا عظیمه. من فکر کنم 5-6 متر باشه بلندیش. ببینید آدم ها چه اندازه این جلو فوق‌العاده است. بعد اینجا هم نقش و نگاره هخامنشیه مال کوروش. بنازم شیرازو نگاه کنید بچه، همش مال شیرازه. اینا هم همینطور. این جان دلم نگاه بچه، با خدای من سنگی هم هست دیگه. تمام نقش نگارایی روی تخت جمشید هم کلا رنگی بوده، این شکلی بوده بچه اگه نمیدونید. همش اینجوری رنگی بوده و بعد دیگه به مرور زمان رنگش رفته. بچه باورتون میشه اینا مال تمدن ایرانه، ایران باستان. بعدم چقدر با جزئیات و مجسمه‌های قبلی که نشون رفتن اصلا اینقدر توضیحات نداشت. خودش انقدر تو کتابای تاریخی که تو مدارس داشتیم سانسور بوده که ما اصلا پیش خودمون فکر نمی‌کردیم. من خودم میگم پیش خودم فکر نمی‌کردم همچین مجسمه‌های زیبایی داشته باشیم. مجسمه اوریان جالب. خب بچه اینجا یه فیلم هست که در مورد این قسمت داره توضیحات میده. تخت جمشید بوده. ببینید چقدر زیبا و عظمت بوده. نکنید این سردره هستش که اینجاست. سالن یونان باستانه درسته؟ یونان باستان. نقاشی روی شیشه است. حالا فکر کنم رسیدیم به بخش دوست داشتنی مصر. به آقا مصر خداییش دیدن داره. من واقعا عاشق تمدن و نقاشی و فرهنگ و کلتور و لباس و آرایش و همه چی مصر واقعا خیلی دوست دارم. اینجا تابوت در رنگ ها و طرح‌های مختلف. معروف ترینش اینه توتانخامون. تابوتو ببین پسر، از سنگ سیاه یه تیکه ساختنش. جالب بوده واسه اون دوره واقعا. واسه همین دوره هم جالبه. چطور این سنگ‌ها این شکل داره شده؟ و بچه یه مومیایی واقعیه. پشما چه جالب پیچیدنش. خب بچه جالب اینجاست. اینجا مومیایی حیواناته. یعنی خب این فرعونه سگ داشته، نمیدونم گربه داشته، خیلی دوست داشته. اینو مومیایی کردم براش. سه مجسمه این پاهاش بوده. الان خودش چقدر بوده؟ واه عجب امولهور بزرگیه بچه نگاه کنید. یو ابوالفضل. خب بچه‌ها رسیدیم به سالن زیبای نقاشی‌ها. خیلی معماری خیلی خفنی داره. توهم خالص خودش. ببینید سقفو
تا الان ماشاءالله ادامه داره. معروف ترین تابلو دنیا مونالیزا. این همه تابلو اینجاست ولی یه تابلو که اینجا میدرخشه. بچه این نزدیکترین حالت ممکن به تابلوی مونالیزاست. بیشتر از این نمیشه. این جمعیت ببینید دو تا محافظ این بره، دو تا محافظ اون بره. این نمیدونم چه گردنش کلوف بوده که تونسته بیاد اینجا. ولی در کل همه پشت این بندا اینجوری باید بارتیم بیستیم و نظارگر باشیم. بچه این بود ویدیوی ما. این هم موزه لوور رو. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. امیدوارم که همتون بتونید بیاین و اینجا رو دیدن کنید و تجربه کنید. واقعا خیلی چیز جالبی بود. مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی دوست داشتیم کانال ما رو سابسکرایب کنید. خداحافظ.